این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگ نیست، یه چیز فوق العاده نیست. خیلی هم بزرگش نکنیم، خیلی هم بزرگش نکنیم، بزرگش نکنیم. یارو رو باش، خیلی بزرگش نکنیم، خیلی بزرگش نکنیم. هی عوضی، شب و روز فوش به عظما جاری است. خیلی هم بزرگش نکنیم. سیل لعنت به تو و جد تو آباد جاری. خیلی هم بزرگش نکنیم. واکسن نیست؟ کی بود گفت نخرید؟ خیلی هم بزرگش نکنیم. پول مردم شده صرف تروریست. در یمن یا در شام همه آقازاده هایت، ملاهایت، مشتبایت حسابش میلیاردی است. خیلی هم بزرگش نکنیم. پادگان شد همه دانشگاه ها، دکترا بیکارن. 6 کلاس کل سواد این رئیس جمهورت این آخون رئیسی است. خیلی هم بزرگش نکنیم. همه‌اش میگه خیلی بزرگش نکنیم، خیلی بزرگش نکنیم. آخه سردسته دزدها، حساب دفتر اجرایی فرمان امامت که 200 میلیاردی است. خیلی هم بزرگش نکنیم. شهردارت روز و شب بر سر این خلق خدا کرده خراب، خونشون کاشونشون. کاخ آخوندا همه‌اش لاکچریست. خیلی هم بزرگش نکنیم. دشت بی آب و آسمون پر شده از گرد و غبار. آخه این خلق خدا سرطان میگیرند. خیلی هم بزرگش نکنیم. نون خالی گیر مردم نمیاد، تو داری بمب اتم میسازی؟ خیلی هم بزرگش نکنیم. خیلی خوب، خیلی خوب. مثل این که تو حرف حساب حالید نیست. هرچی گفتی که بزرگش نکنید ما بزرگش میکنیم. خیلی هم بزرگش نکنیم. نه خیر، ما میخوایم خیلی 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 بزرگش بکنیم. میدونی من چی رو میگم؟ آتش نفرت مردم از شما قافله عقرب و کژدم که شروعش اومد از قم. تو خیال کردی فراموش میشه و گم؟ نه بابا، چشماتو وا کن، همه جا رو خوب نگاه کن که میاد از همه جا موج شعارش که میگن بریم تو کارش. همگی شعله رو هی گر بدیمش، باد بزنیم، نفت بریزیم و تلاش بیشتر بکنیم تا که خاکستر بکنیم کل نظام توی مردک خونخوار بی حیا را. بله.